شما در دو چیز خسیس باشید، یکی در وقت، یکی در انرژی. در دو چیز لطفا آدم خسیس باشید. آدم های خسیس در پول خسیس می باشه. شما در پولتان خسیس نباشید. پول در جای مناسب حتما مصرف کنید. پول در راه خوب حتما باید مصرف شود. دل مده او گوشنه چشمی نکنید. اما دو چیز لطفا بیجا است میشد مصرف نشه. خصاصت، یکی وقت زیاد متوجهش باش که در کار بیهوده مصرف نشه، و یکی هم انرژی. انرژی خودت در چی مصرف میکنی عزیز دل من؟ انرژی نباید در کار بیهوده است میشه مصرف شد. به خاطری که ما و شما میفهمیم که هر چیز از مسلمان سوال میشه. ما تو تنهای این دنیا زندگی ما نیست. در اون دنیا سوال میشه که از وقت و انرژی که بر تو دادم چیست، و بسیار بد خواهد بود که اونجا سرافکنده و شرمسار